درباره احوال روز قیامت صحبت میکنند و در درس عقیده هم گفته گذشته بودیم که چقدر انسان ایمانش به روز قیامت قوی باشد، چقدر انسان از روز قیامت بترسد، اعمال او در این دنیا صالح شدن میگیرد، ضرر او، ظلم او نسبت بنده ها و حتی نسبت حیوانات کم می شود و برکت او، فایده های او زیاد می شود. و هرچی از بدبختی می بینید، هرچی از گناه و آلودگی ها می بینید، این از بی ایمانی یا باور نداشتن و شبهه داشتن به روز قیامت است که حتی نفرهای هم هستند که می گویند من الحمدلله به الله باور دارم، یعنی من بی خدا نیستم. اما وقتی درباره روز قیامت صحبت میکنید، بعض شک و شبهه ها از زبان آنها برای شما نمودار می شود و آنهایی که ذره نسبت قیامت شبهه داشته باشند آنها مسلمان نیستند. هزار خود را اگر مسلمان گیرند، تویشان با نکاح شود، عذاب و معرکه های ماتمداریشان با جنازه شود، وقتی تو نسبت قیامت شبهه داری یا گفتیم باور نداری، هیچ مسلمان نیستی. برای اون که اسلام یا گفتم یکی از شاخه های اساسی ایمان مسلمان این ایمان آوردن به روز قیامت می باشد که شما در قرآن از همه موضوع ها زیادتر احوال روز قیامت را می خوانید و چقدر جای تاسف است که پروردگار گشته و برگشته به ما می گوید به خود آید آن روز بزرگ، آن روز پر از دهشت، آن روزی که حتی کودک یوم یجعل الولدان شیبا میگوید الله، کودکان از غم و اندوه و از دهشت آن روز یک بار پیر میشوند و ما ذکر میکند ما باشیم هرچی فقط از دنیا میپرسیم، ما از پای دنیا هستیم. و این سوره هم یعنی خصوصا همین سوره تکویر یا کویرت درباره احوال روز قیامت و درباره بعضی از ظلم هایی که ما در دنیا کردیم و روز قیامت در پیشگاه پروردگار و در پیشگاه بنده های پروردگار از آن کرده های خود جوابگو هستیم یا جواب میگوییم، در اینجا به ما خبر میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله میگوید اذا الشمس کوورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت. تا آیت هفتم الله میگوید وقتی روز قیامت میشود آنگاه آفتاب روشنی خود را گم میکند و مثل یک دایره که تاریک است و عموما به یک جای پرتافته شده است، همان گونه آن را میپرتویند. یعنی با آن همه بزرگ اگر شما حجم آفتاب را ببینید، زمینی که من و شما در آن زندگی میکنیم اندازه یک نقطه خردکک هم نیست در برابر آن آفتاب. و الله میگوید آن روز این آفتاب بزرگی که امروز شما مشاهده میکنید روشنیش میرود، تاریک سیاه میشود و حتی برافکنده می شود. و اذا النجوم کدرت و آن روز این همه ستاره هایی که شما می بینید می افتند، یعنی ستاره هایی که در آسمان هستند پاش می خورند، به هر سو افتیده می شوند و آسمان گویا که هر مخلوقی که دارد، چه از ستاره ها باشد چه از دیگر کوکب ها باشد، همه آنها را از خود میراند. و اذا الجبال سیرت و وقتی که کوههایی که شما میبینید از جای خود برکنده شوند و در سوره قاریه هم خوانده بودیم کل احن المنفوش، مانند یک پشم ها یا گفتیم خیلی چیزهای سبوکه که ذره هایی که در آسمان پرواز کرده میگردند، کوه ها به این چیز تبدیل میشوند. یعنی کوه هایی که با این همه بزرگی یک وقت در پایان کوه ها هستید، چقدر کوچک بودن حجم من و شما و بزرگی کوه ها را میبینیم، ولیکن پروردگار میگوید آن روز این کوه هایی که شما میبینید از جای های خود برکنده میشوند. و اذا العشار عطلت و وقت شترهایی که در عین تولد هستند به حال خودشان گذاشته می شود. خواهران عزیز، هر کسی که چوپانی و مالداری کرده است میداند وقتی حیوان چی بز باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، علل خصوص شتر که اینقدر حیوانی گرانبها هست، وقتی تولدش نزدیک می شود صاحبش هر لحظه از حال آن خبردار می شود. و حتی نفرانی هم هستند که به سفر نمی برایند که گاو من یا شتر من وقتی تولدش هست من باید پای در پای
از پی آن باشم. ولیکن پروردگار میگوید این همه کار مهمی که شما در زندگی دارید، شما شترهای در وقت تولد بوده رو که در ماه 10 هست شطور ترک نمیکنید، آن روز از شدت و از دهشت آن عذاب حتی حیوانهایی که در وقت تولدش هست براهش به حالش رها میکنید. و اذا الوحوش حشرت، و وقتی که تمام حیوانها جمع شوند. و عبدالله ابن عباس میگن تمام حیوانات حتی پشه ها هم در روز قیامت جمع میشوند و هر یک حیوان از یک دیگریش وقتی در روی زمین با ظلم دیگری را زده بود قصاص میگیرد و حتی حیوانی بیشاخ از حیوانی شاخدار. پس از این پروردگار به حیوانات میگوید کونو ترابن، شما الان خاک شوید و آنها به خاک تبدیل میشوند. و اذا البحار سجرت، و وقت بحرها یعنی تمام آبهایی که در روی زمین هست ترکیده شود و به همدیگر آمیخته شود. و اذا النفوس زوجت، و وقت نفس ها با هم جمع شوند یا ازدواج کنند. درباره و اذا النفوس زوجت خواهران عزیز در بعضی از قول ها آمده است که هر گروه با گروه خودش همراه می شود. اصحاب یمین با اصحاب یمین، سابقان با سابقان، گناهگاران با گناهگاران، از حد عملهای صالح میکرده همراه صالحان مثل خودشان. برای همین یکی از دعاهای ما چی است و حتی دعاهای پیامبران توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین، پروردگارا مرا جانم را در حال بگیر که من مسلمان باشم و مرا با صالحان پیوست کن و روز قیامت همراه صالحان مرا برخیزان. و اینجا پروردگار میگوید آن روز هر نفر با هم عقیده خود یا با هم جنس خودش می شود. منافقان با منافقان، گناهگاران با گناهگاران، صالحان با صالحان، انسان هایی که از پی سنت پیامبر و زنده کردن سنت پیامبر بودن حتی با شهدا و با صالحین. و شما در همین دنیا در آخرت با که جمع می شوید همراهی که برمیخیزید اختیار میکنید. هاشا که انسان هایی هستند که فقط حیاتشان تماشا کردن سریال و تماشا کردن اکتورها، الان تماشا کردن شیطان های اینترنتی پر از بلاگرهای پوچگو و بیهودگو و دیگر احمقایی که بجز خوردن خود را رکلام کردن و پوشیدن خود را و نمیدونم کوچه رفتن و آمدن و هر چیز خود را رکلام کردن کار دیگر ندارن. ببینید که در همین دنیا زیادتر با کی هستید، زیادتر با کدام گروه شما پیوست هستید. روز قیامت همراه آنها برمیخیزیم. یعنی هر یک انسان در روز قیامت با نفرانی که دوستشان می‌دارد، با نفرانی که زیادی با آنها در دنیا بود همراه او برمیخیزد و پروردگار ما را همراه صالحین و شهدا و پیامبران برخیزاند. آمین یا رب العالمین. و بعضی قول ها آمده است که معنای و اذا النفوس زوجت وقت روح ها به جسم پیوست می شوند و روحی که از جسم خود در وقت مرگ جدا شده بود آنجا با هم یک جا می شود و جسم ما را پروردگار از نو می سازد. ولی اکثریت قول ها به این است که نفوس و زوجت در آن روز هر یک نفر به گروه خود می پیوندد. تو از گروه نکوکاران بودی یا از گروه فاسقان. و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت. و جوابش علمت نفس ما احضرت. و پروردگار میگوید و اذا الموءودة سئلت، و آن روز دخترچه هایی که بیگناه فقط به خاطر دختر بودن کشته شدن میپرسند از مادر خود، میپرسند از پدر خود که به ای ذنب قتلت، پدرم مادر من گناهی من چی بود، چرا مرا کشتی؟ آنجا سوال به معنای جواب گرفتن نه، سوال به معنای توبیخ کردن، سوال به معنای تنبیه کردن روبرویتان. چگونه که بعضی چیز رو ما جوابش رو میدانیم چرا کرده گویان باز میپرسیم. و پروردگار اینجا علل خصوص موعوده یعنی جنس زنانه آورده است، برای آنکه در عرب ها این عادتی ظالمانه و بدبختانه وجود داشت. نه در همه عرب ها، در بعضی از قبیله های عرب ها. البته عرب های هم بودن که خیلی زن در نزد آنها احترام داشت، ولیکن گروه ها یا دیگر از
قبیله های عرب هم بودند که آنها دخترک وقتی تولد می شد از عار و ناموس، از شرم و حیا که این اگر یکی کلان شد آبروی مرا می برد و این چرا پسر نشد گویان او را زنده به زنده حتی گور می کردن. حتی مادران هم بودند، سبحان الله آمده است که حتی زنهای هم بودند که پیش از تولد خود یک چقوری می گفتند که اگر دختر تولد کنم او را به اینجا خواهم انداخت، اما اگر پسر تولد کنم به خانه می برم. و این یعنی همین عادتی بد در آن وقت کودک تولد شده را می کشتند. الان در ما این عادت هست، گمان میکنه در ما نیست. کودک کشی علل خصوص دختر کشی دیدم، 4 بار هم حامله هستم، دخترچه است، باید ابورت کنم، شوهرم مرا طلاق میدهد، باید ابورت کنم، من 4 دختر دارم، من 5 دختر دارم. این گونه سخنها در زنهای تاجیکی ما هم وجود دارد. این گونه اخلاق جاهلی، این گونه عادات ظالمانه، این گونه تکفیر یا گفتیم کفران نعمت پروردگار که الله در سوره میگوید، نام سوره در یادم نیست، قد خسر الذین قتلوا اولادهم میگوید و در دوامش میگوید رزق الله را به خود حرام کردن. یعنی آیت کاملا به یادم نمیرسد، صف هم به غیر علم آمده است در آیت. در حقیقت خسران شدن، در حقیقت هلاک شدن آنهایی که پروردگار فرزندی به آنها داده را از روی جهالت و از روی ناشکری میکشند، نابود میکنند و رزق الله داده را برای خود حرام میکنند. پس هر مادری که دست به ابورت میزند، هر پدری که میگوید دیگر 3 دختر داری 4 دختر داری به من این دختر لازم نیست رو و ابورت کن، یقین بداند روز قیامت با همون قبیله های عربی به انصاف بیدار میشود که آن روز همون دخترچهش، همون دخترچه‌ای که آن را کشت و کشتنش اجازت داد، پروردگار اجازه می دهد که دویده رو و پرس که چرا تو را کشتن؟ اینها با کدام گناه تو را کشتن؟ گناهی تو چی بود؟ یگانه گناه اکثریت کودکانی که امروز هم کشته می شوند در شکم مادر هنوز نآمده این است که دختر هستند. سبحان الله، این است که دختر هستند. گروه از دختران را زیر خاک میکنند، گروه از دختران را نابود میکنند تولد نشده. گروه از دختران هم هستند که بعد از تولد شدنشان از روی ظلم و از روی بیرحمی و از روی اینکه تو دختر هستی، تو مثل پسر نیستی، زن قدرش این است، زن این است و زن آن است، در زندگی هم او را گویا زنده به گور میکنند. کم نیست دختران زنده به گور شده تاجیک هم که آرزوهایش کیها زیر خاک شده است، احترامش کیها زیر خاک شده است، ولی نگوید که احترام او را شوهر از بین برد، احترام او را پدر و مادر شوهر از بین برد. احترام دختران ما را، زیر خاک کردن قدر و قیمتی دختران ما را یکم ما پدر و مادر در خانه میکنیم. یکم پدر و مادر دختران خود را در داخل خانه آرزوهایش را، ارزشهایش را، قدر و قیمتش را زیر خاک میکنند، بعد از این بقیه اش را در خانه شوهر میکشد. یعنی اگر خواستید که دختر شما صاحب احترام باشد و دختر شما روز قیامت دامنگیر شما نباشد، از داخل خانه تربیه او را باید درست کرد. و مقصد من از این سخنها این نیست که دختران را دیگر تماما ارکه و رسوایشان سازیم هرچی خواهند میکنن، نه، باید دخترک هم مثل پسر انتخاب داشته باشد برای انتخاب کردن آیا او میخواند نمیخواند، کی را به خود شوهر انتخاب میکند، چه آرزو و آرمان ها دارد. یگانه آرزوی دختران ما فقط به شوهر برآمدن و خرسند کردن پدر و مادر است که متاسفانه چه خیلی میگویم پیشتر اگر دختران را زیر خاک میکردن جسمانشان را، امروز آرمان های دختران هنوز تولد نشده از دست پدر و مادر زیر خاک است که کم در کم دخترک هست که او یک آرمان داشته باشد، هدف داشته باشد و جز هدف زن بودن و خانه تازه کردن و چیز دیگر. البته زن باید از پی خدمت شوهر و فرزندان خود باشد، از پی احترام اهل عائله باشد، لیکن فقط همین نیست زندگی، این جزء از زندگی زن است. زنهای بودن مانند حضرت خدیجه، مانند ام عماره، مانند فاطمه محمد صلی الله علیه و سلم، مانند عایشه و حفصه که تاریخ را، مسیر تاریخ را دیگر کردند و امروز زنهای ما فقط کمترین مشکلی خانوادگی خود را حل کردن نمی توانند و حتی از پس خودکشی می شوند. چرا؟ چون آنها را شخصیت
خاصیت آنها رو چه خیلی گفتم هنوز به دنیا نآمده مایان زیر خاک میکنه. و الله میگوید و اذا الموءودة سئلت، و وقتی دخترچه ها میپرسند از پدر و مادر خود بی ای ذنب قتلت، چرا کشته شد، با کدام گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت، پروردگار میگوید وقتی نامه های اعمال شما کشاده می شود، یعنی نامه اعمال شما که در زندگی نوشته تخ به تخ بود، روز قیامت کشاده می شود و شما هر یک ذره گناه های کرده خود و هر یک ذره ثواب های کرده خود را خواهید دید. و حدیث در بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت بنده به طرف چپ نگاه میکند، به طرف راست نگاه میکند، هیچ کسی بجز خود و بجز پروردگارش نیست و نامه اعمالش داده می شود. تمام ذره به ذره کرده های خود را در آن می بیند. پس شما با صدقه کردن نیم پاره خرما باشد هم خود را از آتش دوزخ نجات دهید، یعنی تا می توانید برای آن نامه اعمالی که روز قیامت کشاده می شود عمل کنید. و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت، و وقتی آسمان کنده شود، یعنی این بام، این سقفی که بالای سر ما هست آن روز کنده می شود و وقتی آسمان کنده شد و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت، بین جنت و دوزخ این آسمان های 7 طبقه هست که 500 ساله بینشان راه است. خواهران عزیز، وقتی آسمان از جایش این بام کنده شد دیگر هم جحیم هم آتش دوزخ دیده می شود و هم جنت برای مؤمنان نزدیک می شود. و جحیم و سعرت یعنی وقتی که جهنم شعله‌ور شود و جنت برای مؤمنان نزدیک شود. علمت نفس ما احضرت، جواب این همه انا آن روز هر یک نفس خواهد دانست که چی چیز احضار کرد، چی چیز برای این روز آماده کرد. و تمام این تغییرات، تمام این حادثه ها چه است، تو بعد از این همه حادثه ها خواهی دانست که چی کار کردی. و مشکلی مسلمان ها اگر در زمان پیامبر همه عمل ها برای این روز بزرگ بود، امروز همه عمل ها تقریبا برای همین دنیا هست. و حتی مسلمان هایی که از اهل دین و از اهل علم هستند، اکثریت عمل هایشان را میبینیم پناه به پروردگار به جای آن که آخرت باشد، یعنی طلب آخرت باشد، اکثریتش طلب آبرو در دنیا هست، طلب پول و مال در دنیا هست و کم هستند آنهایی که مخصوص برای آن روز، برای روز قیامت عمل میکنند. در دوامش الله میگوید فلا اقسم بالخناس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبکم بمجنون. الله میگه من قسم میخورم به خنس، یعنی به ستاره های پنهان، الجوار الکنس، ستاره هایی که در آسمان دور زده میگردند و مثل جارب برقی همه چیزی که در اطرافشان هست آن را به خود میکشند که علم حدیث خواهران عزیز همین چیز را اثبات کرده است که در حقیقت در آسمان بعضی نمود ستاره ها هستند که آنها نمایان نیستند، اما به اندازه کیلومترها هر چیزی که در اطرافشان است به داخل خود جمع کردن میگیرند و کجا میروند کسی نمیداند، چون مسافه فضا، مسافه‌ای که در فضا هست، یعنی حتی به اندازه تصور نکردنی من و شما بزرگ است. یعنی همون گونه‌ای که الله در قرآن قسم میخورد، فرشته های پنهان، فرشته هایی که دور زده میگردن و همچون جارو برقی یا به گفته روسی که اکثریت میگیم پلیساز اطراف خود را همش را به خود میکشند، الله به این قسم میخورد. و لیلی اذا عسعس، و قسم به شب هر وقت که تاریک شود بیاید، و صبح اذا تنفس، و قسم به روز هر وقت که نفس میکشد و از نفس زنده میشود. یعنی پروردگار برای ما در آمدن شب و آمدن صبح را میگوید و با آن قسم میخورد که در این گذشت عمر ما هست.
هر شب که آمد و هر صبح که از نو نفسهای تازه خود را کشید، باز یک جزء از من و شما، پاره از من و شما رفت، باز یک قدم به آخرت، باز یک مسافه به وطن خود، به جنت یا اینکه به دوزخ نزدیک می شویم. انه لقول رسول کریم. میگوید این قرآن سخنی بافته محمد نیست، این سخنی از طرف الله آورده جبرائیل است. یعنی قرآن را پروردگار نسبت به رسول کریمش، به سفیرش، به جبرائیل نسبت میدهد که سخنی که محمد میگوید صلی الله علیه و سلم از طرف الله آورده جبرائیل است. و اون جبرائیل کی هست؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، صاحب قوت است در نزد صاحب عرش مکین، عرشی که مکانت و منزلت خود را دارد. یعنی جبرائیل که قرآن را به محمد صلی الله علیه و سلم می آورد، این یک فرشته عادی نیست. و حتی در حدیث آمده است که خواهران عزیز، وقتی حضرت پیامبر جبرائیل رو در صورت خودشان، همون گونه که در آسمان شکل خودشان رو دارن میبینن، بیهوش میشوند. یعنی میگویند تمام افق رو، یعنی وقتی به آسمان نگاه میکنن تمام آسمان را جبرائیل پنهان کرده بودند. و جبرائیل همون فرشته هستند که با یک قنات خود از 600 قنات با یک تا اش فقط تمام یک شهر قوم لوط را به بالا برداشته به زمین زده بودن. یعنی قوتی که جبرائیل دارن، بزرگی که جبرائیل دارن، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در روایت آمده است که بیهوش کرده بود. و برای همین حضرت جبرائیل به نزد پیامبر گاهی به صورت یک انسان عادی می آمدن و همگی دو بار پیامبر جبرائیل را در شکل خودشان دیدن، یکی در زمین، یکی در وقتی که به معراج می روند. مطاع ثم امین، این جبرائیل اطاعت کننده پیامبر در آسمان و امانتدار الله در زمین است که هر قرآنی که الله به او میگوید به پیامبر آورده میرساند. و ما صاحبکم بمجنون، و این دوست شما، یعنی ای مشرکان قریش، محمدی که در بین شما هست و از آمدن جبرائیل، از آمدن خبری آسمان، از آمدن خبرهای غیب به شما خبر میدهد، همان گونه که شما میگید مجنون و دیوانه است، او دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین، او در حقیقت جبرائیل را در افق دیده است. افق یعنی جای خالگی، یا گفتیم برآمده و غروب شدن آسمان است. افق دو طرف که چه خیلی گفتم در روایت آمده است که با قناتهایش جبرائیل تمام افق رو پنهان کرده، سر در آسمان و پایهایش در زمین بود. و در حقیقت پیامبر وقتی حضرت جبرائیل رو میبینند و به مشرکان خبر میدن که من جبرائیل رو در این صورت دیدم، میگن تو دیوانه هستی، تو از یک موجودات صحبت میکنی که به عقل آدمیزاد اصلا نمیگنجد. و این خواهران عزیز یکی از صفتهای متریالیست یا گفتیم کافرانی هست که میگویند هر چیزی که به عقلت جای نمی شود به آن ایمان نآور. آنها هم همین گونه پیامبر را چی میگویند؟ تو یک دیوانه هستی، که الله میگه نه، محمد دیوانه نیست، و در حقیقت فرشته را دید. و ما هو علی الغیب بدنین، و این محمد از گفتن غیب و از گفتن علمش بخیل نیست. اگر او بخیل می بود هر چیزی که به او فرشته خبر میداد و جبرائیل خبر میداد از شما پنهان میکرد. اما محمد بخیل نیست و به شمایان آن را میگوید. و درباره سخنهای غیب هم یگان بافته از خود همراه نمی کند. و ما هو بقول شیطان الرجیم، و این قرآن سخن شیطان الرجیم نیست، این سخن الله یگانه هست، آمده شده از طریقه جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم. فاین تذهبون، پس کجا می روید؟ قرآن را یک سو گذاشته، حق را یک سو گذاشته، کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین، قرآن پند هست برای عالمیان. هر کسی پند می خواهد، پند در قرآن است. هر کسی حکمت می خواهد، حکمت در قرآن است. اما لمن شاء منکم یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم معناش این است که قرآن پند و حکمت است برای آنهایی که میخواهند راه راست را پیدا کنند. یعنی هر یک احمقی که، هر یک گمراهی که حیاتش، مماتش، فکرش، ذکرش، هدفش دنیا هست، قرآن راهنمای او نیست. قرآن برای نفران راه نشان میدهد که آنها در حقیقت راه راست میخواهند.
تو اگر راه راست میخواهی، تو اگر راه پیامبران میخواهی، همین قرآن تو را به آن راه میبرد. اما وقتی فکری تو یا گفتیم هدفهای تو دنیا هست، هدفهای تو راههای کج است، در این وقت قرآن برای تو راهنما شده نمیتواند. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، این یکی از اعلان الله هست که ای بنده ها، توفیق شما به دست من است. اگر من خواهم شما رستگار می شوید، شما راه راست را پیدا می کنید، و اگر من نخواهم و شما را لایق دانم که پروردگار هر چیزی را که اگر لایق دانست فقط با عدلش هست و پروردگار برای خود ظلم را حرام کرده است. اگر من شما را لایق هدایت ندانستم شما اصلا راه یافته نمی توانید. از اینجاست که ما همه روزه در نمازمان اهدنا الصراط المستقیم میگویم پروردگارا ما را به راه راست هدایت کن، توفیق به دست تو هست. اگر تو خواستی ما از جمله هدایتگران، هدایت یافتگان میشویم، اگر نخواستی از جمله گمراهان میشویم. با همین خواهران عزیز آیت 29 سوره تکویر و الحمدلله این سوره را تمام کردیم. پروردگار عمل کردن و گفته های خودش و راه راست را پیدا کردن در کتاب خودش را هم برای من هم برای شما الها نصیب کرده باشد تا دم مرگ با قرآن الله باشیم، با راه راستی که پروردگار در این کتابش و احادیث پیامبرش به ما نشان داده است در آن باشیم.